بیننده برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی هستید. سلام بیننده گرامی. امروز 12 نوامبر است. خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان در 15 دقیقه بعدی. سرخط خبرها. 9 سالی تلاش برای اثبات بیگناهی. کارمند سابق کمیته انداز میگوید او را ناعادلانه جزا دادند. به هیچ سیاسیدن یگان آدم من فکر میکنم نمیخواه. همه چیزا من نگرفتم، مرا ندادن. سفرهای پی در پی امام علی رحمان به کشورهای عربی از بهر چیست؟ جلب سرمایه ثروتمندان و نشان دادن همراهی با جهان اسلام. هر رفتن پرزیدنت ما با آنها اثبات میکند که اولا که ما یک گوشه کشورهای اسلامی هستیم، مردم ما مسلمان هستند. دونالد ترامپ به تشکیل حکومت آینده اش آغاز کرده است. آنچه که وعده داد اجرا میکند و از رقیبانش انتقام میگیرد. مقامات کوسوو در جنوب و شرقی اروپا یک زاده تاجیکستان را با اتهام جاسوسی به نفع روسیه دستگیر کردند. رسانه‌های محلی خبر دادند که ستاره عطامحمدوی 52 ساله روز 6 نوامبر بازداشت شده است. مقامات کوسوو گفتند که حضور او به امنیت ملی کشور تهدید می‌کند و احتمالاً اخراج شود. نزدیکان ستاره از خاروق به رادیو آزادی گفتند که به جاسوسی روسیه بودن او باور ندارند. ستاره عطامحمدوی تقریباً 20 سال اخیر در کوسوو زندگی داشته شهروندی روسیه را نداشته است. با گفته نزدیکانش ستاره آموزگار زبان انگلیسی بوده و معلوم نیست که او در کوسوو چی کار میکرد. یک ساکن شهر دوشنبه 9 سال باز تلاش دارد که بیگناهی خود را اثبات کند. او را دادگاه ترسونزاده به پاره‌گیری گناهکار کرده است، ولی خودش میگوید او را به ناحق جزا دادند. در طول قریب 10 سال مراجعت‌هایش برای بررسی دوباره پرونده و بیگناه اعلان کردنش نتیجه به دست نآورده است، اما میگوید عزمش قوی است و تا زمانی که بیگناهیش را ثابت نکند از راه نمی‌گردد. تفصیلات در گزارش همکارم کیومر سیاتا و براد یوسفی. عرضای شکایتی من اوید بیگناهی هم با اپارات پرزیدنت. بیش از 200 مکتوب و 9 سال انتظاری. زکریا میرزاییو 60 ساله به طور خستگی ناپذیر برای اثبات بیگناهیش تلاش دارد. تو گناه داری نداری؟ سال 2016 هم کارمند بخش اودیت در کمیته انداز بود که با جرم پاره‌گیری نسبتش پرونده باز کردند. به او 2.5 سال حکم دادند ولی عفو شد و تنها 1 ماه در زندان بوده است. 9 سال باز کار او نوشتن نامه و دادخواهی در نزد اداره های داخل دار است. به هیچ سیاسیدن یگان آدم من فکر میکنم نمیخواه. همه چیزا من نگرفتم، مرا ندادن. برای چی من باید نام من سیاه باشه؟ دادگاه شهر ترسونزاده ماه اپریل سال 2016 هم او را به آن گناهکار کرده است که گویا هنگام تفتیش کار شعبه انداز شهر ترسونزاده از برادر یک صاحبکار 5000 سامانی گرفته است. در پرونده که رادیوی آزادی با آن شناس شد، حیدرов شهرت برادر یک صاحبکار گفته است که میرزایف هنگام تفتیش کارخانه میبل براری آنها 35000 سامانی انداز ناسپرده را آشکار کرد. برای کم کردن این پول گویا زکریا میرزایف پاره خواسته است. تنها دلیل ثبت صداست که به دادگاه پیشنهاد شده است. در آن صاحبکار میگوید که من به دلشاد 5000 دادم. در ادامه صدای از زکریا میرزایف نیست که این حرف را تصدیق کرده باشد. دادگاه گفته است شخصیت دلشاد را معلوم نکردند. در یگان جا در ضبطش نام من نیست که من اگر مثال شخصا شما من سوم گرفتگی باشم، من میگم که من شما سوم گرفتم، برای چی من رقم میتین؟ درست یا نه؟ نکی گپ نیست. قطعی من گپ زده مرا ثبت کرده گپ نیست. همون خودش میگه من دلشاد دادم. این گپ هم نگفتم. شهرت حیدرov برادر صاحبکار دعواگر اصلی در پرونده نخواست با ما صحبت کند. محمد عیسی سعیدزاده دادرس پرونده زکریا میرزایف که حالا ادوکات است میگوید که حکمش عادلانه بود و همه دلیل ها در پرونده وجود دارد. در پرونده که نسخه آن دسترس رادیوی آزادی شد، به جز شاهدی صاحبکار هیچ دلیلی پاره گرفتن کارمند سابق کمیته انداز جایی ندارد. کسی هم شاهدی نداده است که پاره گرفتن او را دیده است. این است که زکریا میرزایف معتقد است که گناهی ندارد و اکثر روزش را پشت در اداره ها میگذراند. سیمون یتیم تا من رفتم گفت که حکومت شهر چیکار میکنه؟ من گفتم رئیس، من حکومت شهر نرفتم. محترم یتیم گفتن که ما عرضتم میگیرم، تفتیشات دارم، تفتیشات دم میسپرم،
اگر اثبات کردن نتونستی جواب تا میتیم دیگه غم نتی. ما محترم رئیس اگر اثبات کنم چی؟ گفت که اگر اثبات کنی مقامات های داخل دار من مکتوب میکنم. اثبات کردم مکتوب کردن. دادگاه های تاجیکستان در موردهای نادر شخصان متهم به جنایت را سفید کردند. چون ایده پهن شده است که مقامات قدرتی تاجیکستان مقاماتی که تعقیب جنایتی را به عمل میبرند از طریق میلیسیا، پروکراتورا، کمیته دولتی امنیت ملی خطا نمیکنند و کسی بیگناه به دادگاه کشیده نمیشود. از جوابگاری جنایتی آزاد دادگاه عالی تاجیکستان امسال اعلان کرد که 94,000 پرونده بررسی شده است و یگان حکم سفید صادر نکرده است. اما زکریا میرزایف در آرزوی آن است که حکمش بیکار شود. او میگوید که نه منصب میخواهد و نه انتقام از دادرس‌ها، بلکه تا آخرین نفس تلاش خواهد کرد که بیگناهی خود را اثبات کند و این نمیداند که چرا مقامات نمیخواهند به این قضیه نقطه گذارند. سفرهای پی در پی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کشورهای عربی این سالها را برانگیخته است که هدف از این چیست؟ جلب سرمایه کشورهای ثروتمند عربی و یا نشان دادن همراهی تاجیکستان با کشورهای مسلمان نشین در مسائل بین المللی. همکاران ما در دوشنبه امیر ایسایف و عبدالغنی عبدالوهاب سعی کردند به این سوالها پاسخ بگیرند. در رویه همبستگی و حسن در ریاض سمیت اضطراری عربی و اسلامی برگزار گردید که در آن مسئله بحران فلسطین و راه‌های قطع حمله‌ها به لبنان بررسی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در این نشست سخنرانی نموده موقع تاجیکستان را اوید به تشکیل دولت مستقل فلسطین تاکید کرد. برای اشتراک در این نشست مهم عربی اسلامی امامعلی رحمان دوم هفته آخر بار دوم به کشورهای عربی سفر کرد. ما قرار پارلمان اسرائیل را درباره منع فعالیت اگنتی امداد رسانی و کاریابی با آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد نقض آشکارای حقوق بین المللی می‌سازد. نشست اضطراری که به حل بحران فلسطین بخشیده شده بود، رهبران یک قطار کشورهای مسلمان نشین از جمله ترکیه، مصر، سوریه، ازبکستان و قرقیزستان را نیز به هم آورد. اما با گفته تحلیلگر مسائل خاور میانه علی علیزاد این گونه سمیت ها بارها برگزار شده نتیجه های چشمگیری ندادند. امروز یک وضعیتی است در فلسطین که از دست مردم عرب، از دست مردم مسلمان تا حتی از دست کشورهای که 150 کشوری که بر اسمش شناختن فلسطین هیچ چیز نمیاد. چون امروز اسرائیل که قوای حربی خودش دارد، قوای سیاسی خودش دارد و پشتیبانی بزرگ دارد، امروز به هیچ یک پیشنهادی نه عرب نه مردم مسلمان نه کشور دیگر راضی نمیشود و راضی شدنی هم نیست. در دوام سال جاری امامعلی رحمان قبلا 2 مرتبه به قطر و 3 نوامبر به کویت سفر کرده بود. هر یک رفتن ما به مثل یک قطره آبی است که در بالای سنگ میچکد آهسته آهسته، چون که کشورهای عربی به ما همچون یک کشور سکولاری، همچون یک کشوری که گوییم با روسیه همراه بود و با اروپا و دیگرها همکاری داشت، اونقدر کشوری چین نیست، خجل کننده نیست. برای همین هر رفتن پرزیدنت ما با آنها اثبات میکند که اولا که ما یک گوشه کشورهای اسلامی هستیم، مردم ما مسلمان هستند. امامعلی رحمان در پیام خود به پارلمان 28 دکبر سال 2023 تاکید نموده بود که تاجیکستان همکاری خود را با کشورهای جهان اسلام تقویت خواهد بخشید. افزایش توجه به کشورهای عربی در حال است که نگرانی‌ها از نفوذ روزافزون چین در منطقه بخصوص در تاجیکستان زیاد صدا می‌دهد.
دونالد ترامپ بعد پیروزی در انتخابات آمریکا با تشکیل حکومت آینده‌اش سر کرد. انتظار می رود او روز 20 ژانویه سال آینده سوگند یاد کند. در عین زمان این پرسش ذهنی بسیاری از آمریکایی‌ها را بند می‌دارد که او وعده‌های داده‌اش را چگونه اجرا خواهد کرد و آیا از رقیبان سیاسی خود هم انتقام می‌گیرد یا نه. گزارش صدای آمریکا در تقدیم مولا رجب یوسفی. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، همه نگاه‌ها به سوی او دوخته شدند که وعده و برنامه‌هایش را چگونه اجرا می‌کند. جانبدارانش باور دارند که آمریکایی‌ها روزگاری بهتری خواهند داشت، حتی آنهایی که به او رای ندادند. فکر می‌کنم اکثر ساکنان از افزایش درآمد خود شگفت زده خواهند شد. نرخ‌ها در کشور پایین می‌آیند، سرحد امن می‌شود. با انتخاب سیوزی وایلز به منصب رئیس دستگاه ترامپ، حکومت پرزیدنت منتخب شکل می‌گیرد. رئیس جمهور سابق در شبکه تروس گفت که نه نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و نه مایک پومپئو وزیر پیشین امور خارجه به هیئت حکومتی او شامل نخواهند شد. در همین حال این پرسش در میان است که دونالد ترامپ وعده‌های داده‌اش را درباره گرفتن انتقام از رقیبان سیاسی و آنهایی که به ضد او پرونده گشادند چگونه اجرا خواهد کرد. دونالد ترامپ بارها و بارها تاکید کرده است که موفقیت ما انتقام و جزای آنها خواهد بود. حامیان کامالا هریس معاون پرزیدنت و نامزد حزب دموکرات ملاحظه دارند که چرا نتیجه انتخابات به نفع آنها نشد. طبقه کارگر این کشور عصبانی است و برای چنین رفتار دلیل هم دارد. وضع امروزه ما چنین است که قشر بالا به طور فوق‌العاده پول می‌یابد، در حالی که 60% مردم از این معاش تا آن معاش زندگی می‌کنند. سناتور ساندرز از کامیابی‌های مأموریت جو بایدن ستایش کرد، اما همزمان گفت که کارهای بیشتری باید انجام داده شوند. ما به برنامه یا دستور کار احتیاج داریم که به طبقه کارگر بگوید ما اقتصاد و دولت ایجاد می‌کنیم که برای شما کار کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را برای پیروزیش در انتخابات تبریک کرد. او وعده داد است که روز 20 ژانویه سال 2025 قدرت را به طور آسایشته خواهد سپرد. در افغانستان تحت حکومت طالبان که زنان به یکی از بی‌حقوق ترین قشر جامعه تبدیل یافتند، فروش چادر در یکی از شهرهای کشور رونق یافته است. چادر که از سر تا پای زن را می‌پوشاند بعد آن سرخریدار شد که طالبان افراطی گفتند چهره‌های زنان نباید عیان باشند، چون به قول آنها سبب فتنه در جامعه می‌شود. همکارم طاهر سفر گزارش دارد. کاسبان شهر هرات میگویند بازار فروش چادر در این شهر ماه‌های اخیر رونق یافته است. چادر بغره فعلا مدت میشه که پس حساب روش کرده، به حساب فروشی. قبلا کس وقتی جمهوریت بود کس نمیخرید، فعلا از وقتی که امارات اومده زیادتر چادر بغره میبرم، به اطراف هم میبرم، در داخل شهر هم میپوشم. قیمت یک چادر از 7 تا به 70 دلار میرسد. چادرهای گرانتر دستدوزی هستند. از هرات تا به ولایت‌های دیگر افغانستان هم می‌روند. چادر بغره به قندهار، هلمند، غزنی، کابل، مزار، فاریاب، علنو، اکثر ولایت‌ها چادر بغره هرات را می‌برند. دوزندگانش میگویند که رونق فروش چادر به دلیل دستور طالبان برای پوشیده بودن چهره زنان و منع شدن پوشیدن لباس کوتاه است. برخی از عالمان روی حنفی بر این نظر هستند که پنهان بودن چهره زنان حتمی نیست، اما در قانون نوی وزارت امر معروف و نهی منکر طالبان آمده است که پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضرور است. پنهان داشتن چهره زنان در دوره اول حاکمیت طالبان در میانه سالهای 90 مجبوری شد. بعد بازگشتشان به قدرت در 3 سال پیش دیگر باره طالبان دستور و قانونهای ارتجاعیشان را برقرار کردند. سپاس که ما را همراهی کردید و اینجا برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. ولی شما خبرهای نو بیشتر را از وبسایت آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، شبکه ایکس و تلگرام و تیک تاک، یوتیوب پیدا کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار شما باد.